واکنش ها به کشتار غیر نظامیان در دایکندی. طالبان کشتار افراد ملکی در دایکندی را سرکوب بغاوتگران خواند. عاید میلیون دلاری طالبان از آمادگی های جام جهانی. تلگراف میگوید که طالبان در آمادگی ها برای جام جهانی قطر سهم داشتند و میلیون ها دلار بابت آن به دست آوردند. تقابل کشورهای غول فناوری. امریکا فروش محصولات شرکت های فناوری چین را ممنوع اعلام کرد. و رانش زمین در ایتالیا 8 کشته بر جا گذاشت. سلام و وقتتان بخیر. به خبرهای ساعت 10 از آماج نیوز خوش آمدید. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان کشتار غیر نظامیان در دایکندی را سرکوب بغاوتگران خواند. او در توییت نوشت نیروهای طالبان در دایکندی 9 تن از بغاوتگران مسلح را کشتند. منابع محلی اما میگویند کشته شدگان غیر نظامی بودند. صندوق کودکان سازمان ملل هم گفته 4 کودک در این حمله کشته شدند. صندوق کودکان سازمان ملل میگوید از حمله وحشتناک روز پنجشنبه در دایکندی عمیقاً متاثر شده و تکان خورده است. منابع همچنان روز جمعه گفته بودند که طالبان روز پنجشنبه 3 قوس با حمله بر روستای سیوک از توابع نیلی مرکز دایکندی 9 غیر نظامی را کشتند. سخنگوی طالبان مدعی شده پس از اینکه بغاوتگران از کنار گذاشتن سلاح خودداری کردند، نیروهای امنیتی این گروه دست به اسلحه زدند و 9 نفر را کشتند. وزارت داخلی طالبان هم توضیح مشابه داده و افزوده هیچ کودک در این حمله کشته نشدند. یونیسف هم گفته 4 قربانی این حمله کودکان بین 1 تا 14 ساله بودند. بیا امنیتی ځواکونو هم متقابل برید وکړ چې له امله نه مسلح کسان ووژل شول او یوه ښځینه چې همدلته اوسېده په متقابلو ډزو کې ټپي شوه و وژل شوي کسان ټول مسلح او باغیان وو. هلته د ماشومانو وژل کېدل یا کوم بل زیان رسېدل حقیقت نلري. کشتار مردم دایکندی توسط طالبان با واکنش‌های تند مواجه شده است. محمد محقق و کریم خلیلی از سیاستمداران شناخته شده افغانستان کشتار مردم دایکندی توسط طالبان را محکوم کردند و از نهادهای حقوق بشری خواستند از این جنایت چشم‌پوشی نکنند و بررسی‌های لازم را انجام دهند. کریم خلیلی گفته افراد طالبان در نتیجه رقابت‌های محلی و انتقامگیری‌های شخصی جمع را در دایکندی قتل عام کردند. تلگراف فاش کرد که مقامات طالبان در 10 سال گذشته با تهیه تجهیزات برای ساخت استادیوم‌های جام جهانی قطر میلیون‌ها دلار دریافت کردند. به گفته این روزنامه برخی از طالبان در دوحه بین 6 تا 10 دستگاه ماشین‌آلات سنگین داشتند و در ازای هر کدام ماهانه 10,000 پوند دریافت می‌کردند. از سال 2013 به این سو گروهی از اعضای طالبان در قطر زندگی می‌کردند و در آنجا در چارچوب دفتر سیاسی این گروه مشغول مذاکرات صلح با آمریکا و سازمان ملل بودند. روزنامه دیلی تلگراف در گزارش نوشته است که طالبان کمک هزینه‌های پرسود از سوی حکومت قطر دریافت می‌کردند و بعد آن را روی خرید ماشین‌آلات سنگین سرمایه‌گذاری کردند. به نقل از این گزارش، حکومت قطر با توافق آمریکا و سازمان ملل به اعضای دفتر سیاسی طالبان در دوحه ماهانه هزاران پوند پرداخت کرده است. افزون بر این، با مقامات بازدید کننده طالبان موترهای لوکس، خدمات بهداشتی رایگان و تحویل مرتب غذا ارائه شده است. تلگراف گفته است که این پولها ابتدا به طور نقدی پرداخت می‌شدند و سپس مستقیما به حساب‌های بانکی طالبان واریز می‌شد. اما ردیابی چگونگی مصرف این پولها برای آمریکا و قطری‌ها دشوار بوده است. یکی از دیپلمات‌های ارشد سابق افغانستان در دوحه به تلگراف گفت این یک راز آشکار در سفارت افغانستان در دوحه بود که تیم مذاکره کننده و دفتر سیاسی طالبان توسط قطر حقوق خوب دریافت می‌کردند و آنها این حقوق را در تجهیزات ساخت و ساز برای جام جهانی سرمایه‌گذاری کردند. این دیپلمات پیشین افزوده است که علاوه بر این شبکه حقانی طالبان در موارد از افغان‌های مقیم کشورهای عربی پول درخواست می‌کرد و به آنها وعده می‌سپرد آن را در ساخت استادیوم‌های جام جهانی سرمایه‌گذاری کنند. دو مقام بلندپایه طالبان نیز برای تلگراف تایید کردند و توضیح دادند که کمک هزینه‌های حکومت قطر به این گروه چگونه در ساخت استادیوم برای جام جهانی سرمایه‌گذاری شده است. منابع متعدد گفتند که حاجی احمد خان وزیر معادن و پترولیوم طالبان در حاکمیت پیشین این گروه مسئولیت نظارت بر کرایه دادن ماشین‌آلات سنگین برای شرکت‌های مسئول ساخت و ساز استادیوم‌های جام جهانی را به دوش داشت. اشتراک اعضای دفتر سیاسی طالبان در دوحه در ساخت استادیوم‌های جام جهانی با توجه به اینکه قطری‌ها متهم به نقض حقوق بشر و سوء استفاده از نیروی کار هستند، پرسش‌های بیشتر را برمی‌انگیزد. بر اساس گزارش‌ها بیش از 6000 کارگر در جریان ساخت استادیوم‌های جام جهانی در قطر کشته شدند. حکومت قطر اما این آمار را رد می‌کند. امریکا واردات و فروش تجهیزات مخابراتی جدید از 5 شرکت فناوری چین از جمله هواوی را به دلیل نگرانی‌های امنیت ملی ممنوع کرد.
کمیسیون ارتباطات فدرال ایالات متحده آمریکا به اتفاق آرا قوانین جدید برای ممنوعیت فروش و واردات تجهیزات ارتباطی تولید شده توسط شرکت‌های فناوری چین را تصویب کرد. جسیکا روزنورسل رئیس کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا اعلام کرده است قوانین جدید بخش مهم از اقدامات مداوم برای محافظت از مردم در برابر تهدیدات در محدوده ارتباطات از راه دور است. او افزوده که کمیسیون متحد به محافظت از امنیت ملی است و برای اطمینان از اینکه تجهیزات ارتباطی غیر قابل اعتماد در داخل مرزهای آمریکا استفاده نمی شود این قوانین را تصویب کرده است. این در حال است که هایکویژن شرکت دولتی چین و تولید کننده تجهیزات نظارتی غیر نظامی و نظامی اعلام کرده که محصولات این شرکت هیچ گونه تهدید امنیتی برای آمریکا ایجاد نمی کند. بر بنیاد گزارش‌ها رانش زمین در جزیره اسکیای ایتالیا دست کم 8 کشته بر جا گذاشته است. رسانه‌های بین‌المللی روز شنبه 26 نوامبر به نقل از مقام‌های ایتالیایی گزارش دادند که بارش باران‌های سیلاسا در روزهای گذشته دلیل رانش زمین بوده است. مقام‌های ایتالیایی گفتند که 13 تن دیگر نیز از اثر این رویداد طبیعی ناپدید شدند. در همین حال نیروهای امداد توانستند 2 سرنشین یک موتر را که آب با خود به دریا برده بود نجات دهند. مقام‌ها از مردم خواستند تا برای تسهیل عملیات نجات از خانه‌هایشان خارج نشوند.